سرکار خانم همگی هستیم تا منصور عزیز بتونه ببینیم میتونه ارتباطشون دوباره کارگردان محترم برنامه جناب روزبه بزرگوار و دیگر همکاران برقرار کنن. بانو خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و اینکه همونطور که جناب منصور عزیز هم فرمودن شما هم جزو کسانی هستین که این کمپین تلاش رو امضا کردید. ابتدا من میخواستم که شما معرفی کوتاهی در خصوص خودتون و فعالیت‌های سیاسی و بیوگرافی در رابطه خودتون خدمت بینندگان بفرمایید و من در ادامه سوالاتم رو از شما بپرسم. خوش آمدید. خیلی ممنون مجددا. من مینو همیلی هستم، ساکن تورنتو کانادا، فعال سیاسی پناهندگی هستم و حقوق بشری. به عنوان یک زندانی سیاسی و یک فعال سیاسی که تو عرصه پناهندگی هم فعالیت میکنم، یه رسالتی روی دوشم هست و اونم اینه که صدای این عزیزانی رو که جلوی چشم من اعدام شدن و صدای اونا توی گلوشون خفه شد رو از هر تریبونی بتونم با بازگو کردن خاطراتم و تجربه هم از زندان، از درد و رنج هایی که تو زندان کشیدم، از تجربه هایی که فراتر از سنم بود، چون من 16 سالم بود دستگیر شدم، تجربه هایی که برای به دست آوردنشون بهای خیلی زیادی پرداختم، از هر تریبونی سعی کردم استفاده بکنم و صدای اون عزیزان باشم. در ضمن من برای دفاع از زندانیان سیاسی هیچ مرزی رو نمیشناسم و تا به حال منفعت مردم و زندانیان سیاسی رو فدای هیچ منفعت سیاسی حزبی نکردم و از هر زندانی با هر نوع تفکر، چه بهایی، چه سلطنت طلب، چه مجاهد، کمونیست، هم جنسگرا و یا زندانی دیگه سعی کردم که دفاع بکنم، چرا که معتقدم هیچ انسانی نباید به خاطر اعتقاداتش برای بیان اعتقاداتش به بند کشیده بشه، چه برسه به این که مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار بگیره و یا اعدام بشه. از این کارزار پیوستم چون فراخوان کارزار از طرف جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر بود و هدف کارزار در جهت احقاق حق پایمال شده و منافع زندانیا بود. به این پیوستم، به این کارزار، و امیدوارم این کارزار به یک کارزار مدنی فراگیر، فراحزبی و جنبشی تبدیل بشه و چون معتقدم فقط در اون صورته که میتونه شانس تاثیرگذاری داشته باشه. سپاسگزارم سرکار خانم مینی عزیز. من میخواستم از شما بپرسم که خاطراتی یا اون اتفاقاتی، اون واقعا لحظات تلخ که بر شما گذشت، بخش کوتاهی رو اگر در تایم کوتاهی که داریم و مدتون میدونی که زیاد نیست، میدونم گفتنی زیاد دارید، ولی اون نکات برجسته‌ای که عمیقاً تأثیر گذاشت یا اون عزیزانی که در کنار شما بودن و شاهد پرپر شدنشون شدید و در صورت خودتون بهتر میدونید که کدام بخش الان در این لحظه شاید از ذهن شما میگذره که شاید قبلا تا حالا بازگو نکردید، این لحظه هم اکنون به ذهنتون رسید دیگه. حالا خودتون صلاح میدونید. در چند دقیقه من در خدمتتون هستم، هم بنده و هم بینندگان عزیز میخوان بشنون و ببینن که چه جنایاتی واقعا بر عزیزان ما روا داشته شده. بله، من همینطوری که گفتم 16 سالم بود، در سنندج دستگیر شدم، تجربه 3 تا زندان دارم، منو تبعید کردن به زندان قم و بعد زندان اصفهان. نوجوانی من با شلاق و تحقیر و تعرض جنسی گذشت توی سلولهای تاریک انفرادی. بهترین روزهای زندگیمو در اندوه اعدام ها و شکنجه همبندیان گذشت، ولی ایستادم تا حقانیت از دست رفتم و به دست بیارم، ایستادم تا امروز بتونم صدای اون عزیزان باشم. نمیدونم واقعا از کجا بگم، ولی خب توی زندانهای جمهوری اسلامی به اسم شرع با نام حد و تعزیر و مفسد فی الارض انسان‌های نازنین و از 13 ساله تا پیرزن پیرمرد رو جلو چشمای من کشتن، شکنجه کردن. ما اسرا رو مثل غنایم جنگیشون رومون حساب میکردن. هیچ مرزی رو برای اینکه ترسناک کنن محیط زندان رو نمیشناختم. به عنوان یه زن ستم مضاعف میشد به ما توی زندان. کلمات و حرکات رکیکی که به کار می بردن در قبال ما، این که ما حق نداشتیم حتی بدویم، دچار 1000 بیماری کلیوی و ریوی و روده‌ای می شدیم توی زندان.
میگفتن که شما اگه بدوین توی حیات زندان صدای پاتون زندانیه مرد و پاسدارا رو تحریک میکنه. اینکه توی زندان قم مجبور کردن و ما مثل بره هیچ چاره‌ای نداشتیم، سرامون رو پایین انداختیم، با اون سنای کم مجبورمون کردن که بریم، نمیدونم بازجو بود، شکنجهگر بود، دکتر بود، کسی ما رو معاینه پزشکی بکن از لحاظ معاینه زنانه در واقع. چقدر تحقیر شدیم. از چی بگم؟ از اینکه ناظر بودم شبای دوشنبه در زندان سنندج، بهترین همشهریام و بهترین دوستام و همرزمام و جلو چشممون اعدام کردن. واقعا نمیدونم به چه بخشی بپردازم. خواهش میکنم. سرکار خانم مینی عزیز، الان میبینیم که وضعیت زندان ها به مراتب گسترده تر شد از بعد زندان و زندانی. یعنی اگر به فرض در اون سالی که شما زندانی بود در سن 16 سالگی، آمار الان زندان ها، ندامتگاه ها و چیزهایی که درست شده چند برابر شده. شما خودتون شاهد بخش عمده‌ای از زندانیانی هستید و فعالین سیاسی که الان در بند هستن، در شکنجه، اعدام رو ملاحظه میکنید. این همه زندان رو نسبت به اون سالی که شما زندانی بودید چجوری ارزیابی میکنید؟ چرا این همه زندان دارید؟ این نشانی چیست؟ نشانی بیداری مردم، حرکت ها بیشتر شده؟ اینو چجوری بهش نگاه میکنید؟ دیدگاه شما چیه راجع به این مسئله؟ به نظر من نشانه ترس هست، ترس رژیم از بیداری مردم، از آگاهی مردم، از زیر بار نرفتن مردم. چرا که با وجود اون همه سرکوب هنوز هم مردم هستن، هنوز هم اعتراض میکنن، دانشجو اعتراض میکنه، کارگر اعتصاب میکنه. رژیم برای سرکوب نیاز داره به زندان، نیاز داره به شکنجه. هرچند به خاطر فشارهای اینچنینی که شما الان شاهدش هستین و وجود اینترنت و مطلع کردن دنیا و سازمانهای مدافع حقوق بشر و فشار به دولت جمهوری اسلامی، یه مقدار از بعضی نظرات متفاوت شده زندان. از این نظر که خب میانگین سنی تو دوره ما خیلی پایین تر بود، زندان مخوفتر بود. الان به هر حال به یمن همین اینترنت و اینکه نمیتونن در سکوت هر کاری رو انجام بدن، یه مقدار شرایط گوش شیطون کرد به قول عوام بهتر شده. ولی هنوز هم زندان هست، هنوز هم میسازن و هنوز هم زندان ها پر از زندان و هنوز هم اعدام هست. درسته. یعنی دیدگاه شما اینه که با توجه به این مسئله که اون موقع شاید اصلا سطح آگاهی خود داخل ایران هم، حالا چه مسئله اینترنت رو که میفرمایید خب جای خود داره، ولی نظرتون راجع به مسئله چیه که خود اون زمان دیدگاه مردم هم با توجه به که مسئله جنگ بود، تبلیغاتی که در داخل کشور داشت انجام میگرفت، حتی بعضا بودن کسانی که رو تبلیغات خودشون مثلا فرزندان خودشون رو رفتن لو دادن و عامل این شدن که طرف فرزندش رو دستگیر کرده بودن، با افتخار هم این مسئله رو میگفت. یعنی منظورم اینه که دیدگاه خود مردم هم، اطلاعات داخلی مردم هم با دیدشون بازتر شده. نظر شما چیه؟ دقیقا اینطوره، روشنگری شده و جنگ و بسیاری از فاکتورهای بوده که تونسته این رژیم به کمک اون خودش سر پا نگه داره، وگرنه همیشه ترسیده رژیم از این بحران، از این که مردم آگاه بشن. و من با نظر شما موافقم، هر روز بیشتر مردم مطلع میشن و الان خیلی بهتر از دوره‌ای که ما زندان بودیم. وقتی که من الان تعریف میکنم برای نسل جدید که من توی زندان سنندج تو اون شبا چی دیدم، اونا باورشون نمیشه، میگن ما از اون خیابون رد میشدیم و نمیفهمیدیم پشت اون دیوار چه خبره. درسته. ولی الان همه میفهمن چه خبر هست و این خیلی خوب هست. این سرکار خانم مینی عزیز، من میخواستم مثلا بهش بپردازیم که نوع جرائم و اتهاماتی هم که الان دارن به زندانیان میزنن، فعالین سیاسی دارن میزنن، متفاوت شده. مثلا نمونهش این که مثلا ما الان پلیس اینترنتی داریم، فضای تبادل اطلاعات، یا همون پلیس فتا مثلا آمده که همین پلیس فتا باعث شهادت ستار بهشتی شد. نمونهش رو الان میخوام بگم. یعنی
الان به نظر شما اون محکومیت هایی که به فرض مثلا اتهام که به شما زده شده بود و اتهامات جدیدی که الان داره جمهوری اسلامی داره میزنه، مثلا میاد مثلا یه گروه جوانی اومدن یه آهنگی مثلا هپی رو به فرض مثلا خوندن، به قول خودشون در عرض 2 ساعت اینا رو مثلا تونستن دستگیر کنن و به سزای اعمالشون مثلا برسونن. نظر شما در رابطه اتهاماتی که اون موقع زده میشد با اتهاماتی که الان داره زده میشه، مثلا امنیت ملی، نمیدونم این داستانا، دیدگاهتون راجع به این چی هست؟ به نظر من الان همینطوری که شما گفتین مردم روشن‌تر شدن از هر نظر، موسیقی رو، فرهنگ و همه چیز رو. به هر حال تو این دنیای اینترنت خیلی وسیع هست و میگیرن داشتن این که این حق و رژیم گرفته از مردم، از جوانی که میخواد آستین کوتاه بپوشه، از جوانی که میخواد، زنی که میخواد آواز بخونه، به تمام گوش زوایای زندگی آدم ها تجاوز کرده و هر روز که میگذره مردم این حقشون رو میطلبن، نافرمانی میکنن، به همون نسبت هم اینا میگیرن، میبندن و اتهام میزنن. به هر حال فعالیت احزاب اونجا ممنوعه. الان میخوان به چه جرمی کسی رو بگن هوادار سازمان مجاهدین هستی که میکنن این کارو، یا بگن هوادار مثلا فلان حزب کمونیستی هستی که باز هم میکنن، ولی چون اون جامعه سرکوب شد و مردم هر لحظه نافرمانی میکنن، به هر وسیله حقشونو میخوان، جوانی که هم جنسگراست میخواد هم جنسگرا باشه و تعرض میکنه به این خفقان، دستگیر میشه، اتهام بهش میزنن. من نظرم این هست. حالا من میخواستم که اون موقع، یعنی در اون زمان بیشتری اتهاماتی که به اصطلاح باعث زندانی شدن به فرض خود شما که داستان 16 سالگی دستگیر شدید و اتهاماتی که الان به یک دختر 16 ساله مثلا میزنه، دختر 16 ساله به جرم بدحجابی نمیدونم فلان دستگیر میکنن و خب تعداد بیشمار رو هم الان دارن این کارو میکنن، دقیقاً هم مقاومت مدنی که زنان ایران کردن. دیدگاه شما راجع به مقاومت مدنی که زنان آن زمان که یکی از اونها خود شما بودی که داستان 16 سالگی دستگیر شد، با این حرکتی که الان زنان، به خاطری که شما یک بانو هستید و من میخوام بیشتر به این مسئله بپردازم، آیا این که واقعا توانایی زنان ما رو در چی میبینید که تونستن به این مرحله برسن که این همه زندان و بازداشتگاه فقط در رابطه با زنان داریم؟ ببینیم زنان جنبش زنان توی ایران جنبشیه که با هیچ سرکوبی عقب نرفت، هر لحظه بهش تعرض میشه و هر لحظه در مقابل اون تعرض وای میسه. کمترین نافرمانی زن ایرانی اینه که لچکشو ببره عقب، حجاب اجباری در مقابل اون میسته، در نتیجه به همین نسبت هم بهش تعرض میشه و به همین نسبت هم ازش میترسن. نظر من این هست. در زمان ما تعرض فقط این نافرمانی ها نبود، ما در مقابل اون رژیم ایستادیم، به خصوص ما در کردستان دست ما بود و اونا نتونسته بودن اونجا حاکم بشن، برای همین جنگ رو انداختن. 24 روز به سنندج، شهری که من درش به دنیا اومدم، از هوا و زمین بهش حمله کردن و من تو اون جنگ امدادگر بودم و بسیاری اسلحه داشتن، مثل همین کوبانی که شما میبینید. شهر ما توسط شوراهای شهر اداره میشد. تعرض ما خیلی گسترده تر از این بود و امیدوارم این نسل جدید یاد بگیرن با این حرکت‌های مدنی که راه میندازن، نمیدونم کنترل محلات باشه، هر جوری که میدونن که خطر آنچنانی براشون نداره، بتونن ذره ذره از این نافرمانی های کوچیک به حرکات بعدی بزرگتر برسن. حالا جالب اینجا که بانو مینوی گرامی، الان آخرین خبرهایی که مثلا ما داشتیم در رابطه با 3 فعال اینترنتی رو در مریوان، حالا چون بیشتر در رابطه الان بحث کردستان پیش آمد، اینا پلیس فتا اومده دستگیر کرده جناب آقای که اینا کافینت داشتن، یعنی در اصل داشتن کارهای فعالیت اینترنتی انجام میدن، حالا به خاطر داشتن کافینت، مثلا کافینت روز دانشجو و کانتکت به اصطلاح این روز که مال آقای عبید زارعی و دانشجو که مال آقای جمیل مؤمنی و جناب فتاح
متاسفانه اسمشون باید میدونم چیست که کانتکت اینجا درست قید نشده، من میخوام اشتباه تلفظ نکنم که خدای نکرده. در صورت اینا دستگیر شدن و برای هر کدومشون وثیقه‌های سنگینی گذاشته شده. اینا فعالان اینترنتی بودن که خودشون به اصطلاح بحث اینترنت رو اونجا مطرح میکردن. میخوایم به این مسئله بپردازیم که الان خوبیش اینه که در کردستان که این حرکت رو میبینیم، در اقصا نقاط ایران ما داریم این حرکت رو میبینیم و همین کمپین تلاشی که الان خود شما هم امضا کردید و بهش پیوستید، به نظر شما کمپین تلاش برای موفق شدن هرچه روزافزون اون باید چی کار کنیم و چگونه میتونیم و چگونه شما میتونید درخواست بکنید یا دعوت بکنید از عزیزان فعالین سیاسی به خصوص در کردستان و در غرب کشور؟ ببینید این کارزار اومده دفاع میکنه از اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌ای که 10 دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. این اعلامیه اول یه گامی بود در زمینه حقوق بشر، جنبه اجرایی نداشت، از لحاظ حقوقی یکی از ضعیفترین حلقه ها بود، اما یه سنگ بنایی شد، یه شالوده‌ای شد برای تحولات حقوق بشر بعدی. مثلا 1976 کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی یا 1984 کنوانسیون ضد شکنجه، 89 دفاع از حقوق کودک و کنوانسیون های دیگر مثل کنوانسیون ضد تبعیض نژادی، ضد تبعیض زنان و غیره به تصویب رسید. تو این اعلامیه از حقوق طبیعی انسان ها دفاع شد به عنوان اینکه انسان با تمام تفاوت‌هایی که داره باید حق آزادی بیان داشته باشه، حق برقراری اجتماع داشته باشه، حق تساوی در دادگاه‌ها داشته باشه. تو این اعلامیه جهانی حقوق بشر که این کارزار ازش دفاع میکنه، توی بند 5 از شرافت انسان دفاع شده که هیچ دولتی نمیتونه انسانو شکنجه کنه، یا در بند 14 از حق پناهندگی دفاع میکنه. هرچند این اعلامیه یه مقدار ضعفایی هم داره، مثلا حق پناهندگی رو به رسمیت شناخته، ولی این انسان هست تو یک کره زمین، انسان بدون مرز باید باشه، انسان باید بتونه جابجا بشه، یا مثلا حق انتخاب جهتگیری جنسی درش غایبه، حق داشتن آزادی بی‌مذهبی نیست، آزادی مذهب هست ولی آدمایی که مثل من بی‌مذهبن حقی ندارن تو اون اعلامیه. یا مثلا مالکیت خصوصی که من به عنوان یه مارکسیست و اومانیست میگم باش مشکل دارم که به رسمیت شناخته شده، چرا که معتقدم تمام ثروت‌های جوامع دست یه عده است و تمام تجاوزها و جنگ‌ها و کشتارها به خاطر اونه که و متاسفانه این الان میپردازم به سوال شما، این اعلامیه جهانی حقوق بشر متحقق نشده برای اینکه دست دولت هاست، برای اینکه توی روابط دیپلماتیکشون ازش سوء استفاده میکنن. یه وقت میخوان با جمهوری اسلامی کنار بیان، میگن محاصره اقتصادی که دودش توی چشم مردم میره، مردم بیدارو میشن. یه وقت میان برعکسش میشه. چند قطعنامه تا حالا دادن در محکومیت جمهوری اسلامی، چه تأثیری کرده؟ من معتقدم دفاع از این کارزار یا حتی دفاع از این قطعنامه، اصلا از اعلامیه جهانی حقوق بشر، زمانی که فراجناحی شد، فرافرقه‌ای شد، به یه حرکت مدنی جنبشی تبدیل شد، دست مردم افتاد، اون موقع است که از منافع مردم دفاع میکنه. من برای این رفتم پای این کارزار، برای اینکه یه عده زندانی سیاسی عقیدتی ازش اینو فراخوان دادن و من با دل و جون رفتم پای این و ازش دفاع میکنم و تلاش میکنم و باید این به یه حرکت مردمی و جنبشی توی ایران و دنیا تبدیل بشه و اون وقت میبینیم که موثر خواهد بود. درسته. سپاسگزارم از فرمایش شما که اشاره کردید که این کاملا فراجناحی هست و من اگر اجازه فرمایید کوتاه فقط آخرین اخباری که در رابطه با عزیزانی که به این کمپین که بالا بر 1000 نفر از بزرگوارانی که فعالین سیاسی، حقوق بشری، نویسندگان و الی آخر، مثلا این آخرین اطلاعاتی تقریبا ما میتونیم داشته باشیم و من سعی میکنم به بینندگان قول میدم که در برنامه آتی آخرین اخبار و کسانی که اضافه شدن سرکار خانم ژیلا مکبندی فعال حقوق بشر و از حامیان مادران پارک لاله بوده، از آقای اسماعیل عبدی وکیل دبیرکل کانون صنفی معلمان، جناب آقای ایرج نیری، محمد اعظمی و الهه امانی کنشگر حقوق سیاسی و حقوق زنان
و حقوق بشر هستن و ایشون استاد دانشگاه جناب آقای جلیل روشنده، نیره توحیدی، سرکار خانم نیره توحیدی و عطا بودشتیان که این فکر میکنم روزگاه گرامی عکس‌ها هم پخش کردن، ولی خب حالا اگر امکانش هست در اتاق فرمان همینطور که داریم اسامی رو عرض میکنم دوباره این عکس‌ها پخش بشه. حالا اگه به ترتیب و اولویت هم نیست، فقط میخوایم که همیهنان با تصاویر و چهره این عزیزان هم آشنا بشن. خانواده جناب آقای اوسانلو، مادر شهید افشین اوسانلو و جناب مسئول سفیری روزنامه‌نگار هاشم خواستار عضو ارشد کانون صنفی معلمان بودند که از سال 83 تا حالا بارها بانو مینی گرامی ایشون زندانی شدن و همچنین همیهنان گرامی خانواده آقای سعید زینالی بودند که از اعتراضات سال 78 ایشون یک ویدئویی هم در رابطه با همین بانوی عزیز و فرزندشون ما پخش کردیم در برنامه قبلی. 100% شما اطلاع دارید در این خصوص. و جناب خانواده آقای امیر ارشد تاجمیر از شهدای عاشورای 88 بودن، جناب محمد نظری و خانواده جناب آقای حشمت تبرزدی بودن که تو این کمپین گذشته است که خودشون شرکت داشتن، جناب آقای عبدالفتاح سلطانی عزیزانی که خودشون هم جزء کسانی بودن که اصلا درخواست کردن. مادر مصطفی کرم بیگی بوده، خانواده جناب آقای سیبزاده، سرکار خانم نرگس محمدی، بهاره هدایت و جناب آقای کاظمینی بروجردی، جناب آقای دکتر فریبرز رئیس‌نانا. این عزیزان راحله و حوریه فرجزاده خواهران شهرام فرجزاده هستند که در عاشورای 88 شهید شدند و تورش پارسا ایرانشناس، رامین پرهام صاحب نظر و پژوهشگر سیاسی و جناب آقای حسن شریعت مداری، آقای حسین باقرزاده، میترا پورشجری دختر آقای محمدرضا پورشجری که از زندانیان سیاسی هستند، آقای احمد منتظری، آقای یوسف اشکبری مصونی تهرانی و از هنرمندان خانم نیاز سلیمی و حسن نایب هاشم و خالد هردانی زندانیان سیاسی و دیگر عزیزان، جناب آقای لاهیجی، دکتر ملکی، سرکار خانم ستوده. بسیار بسیار آمار اگه من بخوام بخونم که بالغ بر 1000 نفر هست و می‌بینیم که از طیف‌های مختلف و دیدگاه‌های مختلف بانو مینی گرامی در این کمپین شرکت کردند و در این به قول فرمایش شما و همچنین اطلاعی که داریم در این کارزار شرکت کردن. حضور بانوان خیلی گسترده است. بانو مینی گرامی، پیام شما برای بانوان ایران که واقعا من فکر میکنم پیشگام هستند در رابطه با راه مبارزاتیشون، دست بر نداشتن، حتی یک لحظه آرام و قرار رو ما در 35 سال گذشته می‌بینیم که در جمهوری اسلامی نگذاشتن برای این رژیم. دیدگاه شما چیه؟ کوتاه بفرمایید در انتهای برنامه. من از زنان و از همه مردم، از بهایی، از مارکسیست، از مجاهد، از مسیحی، از کسایی که همشون به نوعی سرکوب شدن به خاطر اعتقادی که داشتن توی اون کشور، از همه میخوام که به خصوص از زنان که هیچ وقت عقب ننشستن، برای اینکه سرکوب بیشتر تو اون جامعه سرکوب زنان بوده. از همه میخوام که از کارگران به خصوص که به این کارزار بپیوندن، برای اینکه هرچه مردمی‌تر، هرچه فراگیرتر بشه و به یه حرکت جنبشی تبدیل بشه و تاثیرگذار باشه. سپاسگزارم. بانو مینی، در انتها چون میگم وقتم کم هست من سوال زیاد داشتم. حالا در بیوگرافی که فرمودید و فعالیتایی که میکنید بحث پناهندگان رو هم مطرح کردید. کوتاه در رابطه با اینکه چه فعالیتایی در رابطه با پناهندگان هم انجام میدید بفرمایید، سپاسگزار میشم. خواهش میکنم. من با دخترم مجبور شدم فرار کنم. این دختر 5 ساله، رفتیم ترکیه و 2 سال پناهنده بودیم اونجا، پناهنده سیاسی بودم من. متاسفانه سازمان ملل 2-3 نوبت منو رد کرد و حرفای منو باور نمی‌کرد، چون دوره آقای خاتمی بود و گزارش‌های غلطی داده بودن به قول خودشون و میگفتن ایران امنه. به هر صورت ما با فشارهایی که خارج از کشور به UN آوردن و مقاومتی که خودم کردم تونستم قبولیمو تحمیل کنم و از اون به بعد عهد بستم با خودم که به هر نقطه امنی در هر گوشه این دنیا برم
داوطلبانه کمک بکنم به پناهندهایی که رانده میشن از ایران و حدوداً 14 سال است که من داوطلبانه دارم کمک میکنم، از مشاوره، از اینکه من با UN آنکارا چندین جلسه نشست داشتم، کیسایی رو تونستم بقبولونم بهشون که رد شدم، تونستم فیلم هایی رو بگیرم، اینها رو در اختیار خود UN در ژنو بگذارم، تونستم بجنگم با UN و کیسایی رو که رد شدن به خصوص خانم ها رو تونستم قبولیشون از سازمان ملل بگیرم. الان وضعیت پناهندگان به نظر شما چجوریه؟ مثلا با توجه به مشکلاتی که در ایران داریم، گرانی، سختی‌های معیشتی، فشارهایی که داره مرتب مخصوصا به زنان وارد میشه و مخصوصا حالا در رابطه خودتون هم که چون فرمودید بحثی که الان در سالهای گذشته می‌بینیم، بحث زنانی که تنها و واقعا بدون همسر و خانواده، بعضن با فرزندشون مجبور به ترک ایران میشن. به نظر شما با توجه به اطلاعاتی که دارید و 14 سال دارید فعالیت میکنید، خودتون فرمودید، آمارشون الان به نظر شما بیشتر نشده واقعا نسبت به سالهای گذشته؟ آمار زنانی که تنها دارن میان واقعا از ایران خارج میشن. قطعاً علت داره. ببینیم وقتی شما اصلا بحث این قرار شده امروز ما سر حقوق بشر بحث، بله این هم مسئله حقوق بشری است دیگه. نه واقعا من اصلا میگم آیا اصلا مردم ایران رو بشر محسوب میکنن که نقضش کنن حقوقشو؟ اصلا اینا به چه چیزی تعرض نکردن تو اون جامعه؟ زن که اولیش هست، حجاب اجباری پرچم اون رژیم اسلامی هست، حجاب یعنی زن حتی حق پوشش آزادی پوشش نداره. من فقط از لحاظ سیاسی سرکوب نشدم تو اون جامعه، من همسری داشتم که از شکنجهگرم خیلی متاسف‌تر بود. من دادگاهی که میرفتم، آخوندی که به اسم قاضی منو محاکمه میکرد میگفت که تو، همسر من میگفت این زندانی بوده، این کرد بوده. به همین دلیل که زن بودم، زندانی بودم، کرد بودم، سنی شدم، من در دادگاه خانواده اجحاف بهم شده. حق سرپرستی بچم رو نداشتم، حق اینکه طلاق بگیرم نداشتم، حق سفر پیشکششون. من مجبور شدم بعد از 6 ماه که بچه خودم رو به من نمیدادن، گفتن قانون جمهوری اسلامی اینه، بچه رو به پدر میدن، پدر نباشه به پدر، مال مادر نیست. ببینید چند نفر مثل من هست تو اون جامعه که بچه‌شو به کور میکشه، فرار میکنه میاد ترکیه، به آب و آتیش میزنه. این تازه یک موردش هست. نابرابری اقتصادی، مردم هر روز گرسنه میشن، چرا فرار نکنن؟ برای یه لقمه نون حق دارن فرار بکنن. برای همجنسگرا داره زندان میره، مسیحی زندان میره، بهایی زندان میره. مردم هر روز فشار هست، هر روز هم مردم بیشتر فرار میکنن. ولی متاسفانه توی ترکیه به خاطر این مسئله سوریه و کرمانی و عراق هر روز پناهنده ها تعدادشون بیشتر میشه و دیگه ترکیه از جهنمی که بود بدتر شده. من اینجا از مردم میخوام واقعا به داد پناهنده ها برسن، از لحاظ هر حمایتی که میتونن به پناهنده ها کمک بکنن. بله، متشکرم از حضورتون بانی گرامی، مینوی عزیز که آمدید و خب بحث کمپین پیش آمد و خود به خود وقتی که بحث حقوق بشر میشه و این کمپین هم در اصل وقتی در رابطه با زندانیان وقتی در رابطه با حقوق بشر صحبت میکنن، در اصل حقوق بشر حقوق پناهندگان و عزیزانی هم هست که درسته در زندان جمهوری اسلامی نیستند و مجبور شدن، مخصوصا بانوان و زنانی که الان اشاره هم فرمودید خودتون به اون بخش از جامعه ایران که مجبور شدن تنهایی فرزندش رو حالا به قول معروف بکشونه و با خودش بیاره از راه کوه. از بعضا خیلی هاشون اصلا حق پاسپورت نداشتن، حق خروج از کشور نداشتن و با چه زحمات خودشون رو به ترکیه برسونن و اینها تمام مسئله است که برمیگرده بحث حقوق بشر و همین کمپینی که الان در رابطه با حقوق بشر است. حقوق بشر فقط در خصوص زندانیان خانوادگی اونها نیست، در رابطه با تمام اقشار جامعه ایران هست. بخش پناهندگی هم یک بخشی از همین به اصطلاح بحث حقوق بشر رو
شامل میشه که زندانیانی که آمدن، اون تعداد عزیزانی که آمدن و این کمپین تلاش رو راه اندازی کردن که امثال بانو مینی عزیز و دیگر عزیزانی که در برنامه قبل هم میهنان گرامی که بیننده برنامه هستید شاهد بودید که آمدن اینجا صحبت کردن و این بحثی که امشب بهش پرداختیم بیشتر حول همین محور کمپین تلاش بود و پیوستن شما عزیزان از هر طیف و دیدگاه سیاسی، مذهبی، قومیتی فرق نمیکنه. این کمپینی هست که باید بهش پیوست، بهش بال و پر داد، جهانیش کرد و این میطلبه که امثال بانو مینوها، چه عزیزانی که در کردستان زندگی میکنن، چه عزیزانی که در سیستان و بلوچستان زندگی میکنن، معلمی که کشته شد و در اخبار چند روز گذشته هم بانو مینی عزیز ملاحظه فرمود و حتما شما هم خواندید. در صورت من از شما تشکر میکنم. در انتهای برنامه هستیم، تشریف آوردید به برنامه ایران سازان، برنامه که دنبال ایران سازان واقعی میگرده، چون شمایی که تونستید لااقل آمدید و به اون تعهدی که کردید در رابطه با کمک به هم میهنان و هموطنان خودتون. سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. خیلی ممنون. بار دیگه من از شما تشکر میکنم و از آقای استانلو به خاطر دعوتی که از من شد توی برنامه. بسیار بسیار خوش آمدید و من هم تشکر میکنم از شبکه جهانی ایران آریایی، شبکه‌ای که این امکان رو داره فراهم میکنه که همه عزیزان، چه زن چه مرد، چه کسانی که زندانی بودن، چه کسانی که خانواده زندانی هستن، از درون ایران آخرین اطلاعات، آخرین اخبار رو به هر طریقی که هست انتقال بدیم خدمت شما بینندگان محترم این شبکه. امیدوارم که این شبکه رو حمایت کنید. در وضعیتی هستیم که نباید این چراغ خاموش بشه، این حرکت باید باقی بمونه تا برنامه‌های امثال برنامه ایران سازان بتونه بیاد روی ایر و ما بتونیم انعکاس‌دهنده صدای واقعی داخل ایران باشیم و به سمع و نظر شما برسونیم. هم میهنان گرامی، شما عزیزان رو به خدای بزرگ ایران زمین میسپارم و تشکر میکنم از کارگردان محترم برنامه که تا این قسمت از برنامه در کنار ما بودن و این برنامه رو به سمع نظر شما رسوندن. شما عزیزان رو به خدای بزرگ ایران زمین میسپارم. بدرود تا درودی دیگر موفق و سربلند.